حالا فکر کردی زندگی در یه مرغداری چه شکلی هست؟ میخوام با ما همراه باشید توی مرغداری که ما داریم با هم زندگی میکنیم. میخوام به اون کمک کنید با یه سابسکرایب خیلی جزئی ما رو به درآمد خیلی بالا برسونید. فقط همراهی شما نیاز است. اینم از امروز اومدیم سر مرغایی که چند روز بیشتر ویدیوشون رو گرفتیم و ازتون خواستیم که بهمون بگید چجوری میتونیم از طریق این مرغا به درآمد برسیم. کامنت ها بنویسید، خوشحال میشیم. این ظرف غذایی است که برای مرغا درست کردم. اینم جایگاهی است که برای مرغا، برای غذای مرغا درست کردم. با لوله های برای دود کشوینا استفاده میکنم. اینم ظرف دون های مرغا هست. کامنت ها بنویسید برامون چجوری میتونیم ظرف غذا یا چیز جدیدی که ابداع شده تو کشور شما، ما چجوری میتونیم این ظرف های غذا رو تغییر بدیم یا رشد این مرغا رو بیشترشون کنیم، تخم مرغ بیشتر بذارن، چجوری کسب درآمد آنلاین داشته باشیم با این مرغا. این هم از محصولات امروز مرغامون که 2 تا تخم مرغ گذاشتن تو این قسمت. این هم جایگاهی است که برای زمستون برای مرغامون در نظر گرفتیم. تخم مرغای محلی است که از مرغا به دست اومده. این جایگاهی است که برای مرغ ها هست. زمین تقریبا 380 متر زمین هست و نمیدونیم از این طریق چجوری به درآمد برسیم. نژاد این مرغ ها میدونید چی هست؟ هر کدومشون میدونید نژادش چی هست؟ ممنون میشم داخل کامنت ها بنویسید. نژاد این مرغ سیاهه چی هست؟ سفیده؟ یا اینکه این مرغ رو چه غذاهایی بهشون بدیم تا به درآمد برسیم، تا تخم بیشتری بگذارن. ایده ای که خیلی جالب بود برای من، از لوله بخاری به ظرف غذا دادن به مرغا که فقط نوکاشون تو ظرف بزنن و غذا بخورن، همجور که میبینید تو ویدیو. اینم جادون هایی هست که برای مرغا درست کردم، همونطور که میبینید من دارم ویدیوشو میگیرم. اینم اتاقی هست که یه کولر گذاشتم برای تابستون مرغا که باد بزنه بهشون. اینم جای علوفه‌ای که برای مرغا هست و انگار ذخیره و آذوقه مرغا هست. فقط نگاه غذایی که بهشون میدن، کشکوه فکر کنم بهش میگن، خرما هست و سبوسه مرغ، اونام که علوفه است. اینم کولری است که تابستون برای مرغا روشن میکنن تا مرغا گرمشون نشه. این ایده است که تو کشور ایران دارن اجرا میکنن. این مکان تقریبا 25 متر یا 30 متر هست که این فضا رو گذاشتن برای محصولاتی که داخل علوفایی که نگهداری میکنن برای مرغ. فضا رو میبینید، فضای بیرونی خونه باغ هست، جایی که مرغ رو الان بهتون نشون دادم. آبداری که دارن میکنن برای این درخت های خرما. اگر دقت کنید درخت خرما یکی از پر رونق ترین درختی است که داخل ایران، شهرهایی که گرم هستن، خرما تولید میکنه.
این یکی از درخت خرماش هست. این از این درخت خرما تقریبا 30 الی 40 کیلو خرما تولید میشه که محصولش تابستون میشه برداشت کرد. اینم آبیاری درخت خرما. این درخت خرمایی که ما بقیش 2 تا دیگه درخت هست که تو که باغ ما هست و یه درخت پس هم هست که هنوز زمستون هست و هیچ محصولی نداد. این هم درخت های خرما هست که هر کدوم اگر بهش برسن بالغ بر 30-40 کیلو که درخت خرمای خیلی عالی بهمون میده. حتی این خرما رو میشه برای صادرات هم استفاده کرد. اون فضایی که میبینید سرویس بهداشتی است و این سمت باغ ما تقریبا درخت های پسته خورده. درخت های پسته ای که هنوز محصولی به ما ندادن. اگر راهکاری دارید برای رشد بهتر درخت پسته، چه راهکارهایی دارید که این درخت های پسته زودتر جوونه بزنن و محصول عالی بدن؟ اگر نظر یا ایده جالبی دارید ممنون میشم داخل کامنت ها از ما برای ما بنویسید و از نظریات شما ما استفاده کنیم. یا یه طرح خیلی عالی اگر دارید برامون کامنت کنید تا بتونیم به رشد و پرورش این درخت خرما و این مرغداری بیشتر کمک کنیم. اینم آبیاری درخت خرما. این فضای زمین تقریبا 360-70 متر زمین هست. بهترین مکانی هست که ما میتونیم محصولات خرما یا محصولات دیگر را در اینجا کشت کنیم. چرا میگم مثل پسته خرما این محصولاتی هست که اینجا بیشتر به درآمد میرسه. سوال از شما که منتظرم پاسخ بدید این هست که به نظرتون درآمد از فروش تخم مرغ بهتر هست یا گوشت مرغ؟ کدومش درآمد بهتری داره؟ تو کامنت ها حتما پاسخگو باشید. کانال ما رو به خاطر این خروسه حتما سابسکرایب کنید تا ما هم به درآمد بالا برسیم. شاید مرغا کم باشن ولی با یه سابسکرایب شما ما میتونیم اینجا رو رشدش بدیم و مرغداریمون رو یه ذره گسترشش بدیم. میدونم چه ویدئویی کار کنیم که ما رو لایک کنید، سابسکرایب کنید، ویدئوی ما رو ببینید. داخل کامنت ها بنویسید که ما به همکاری شما نیاز داریم. به همکاری شما تا ما بتونیم پرورش اینجا رو گسترششون بدیم. از این 6 تا 7 تا مرغ بشن 1000 تا مرغ. از این 1000 تا مرغ به درآمدهای خیلی بالایی برسیم که بتونیم یه منبع درآمد برای خودمون و نیازمندان تولید کنیم. پس نیاز به چی است؟ به نیاز و به کمک و همیاری شما. اینکه شما با یه لایک کردن نثار این ویدیو به ما امید بدید، به ما آرزو بدید تا به درآمدهای بالا برسیم. این مکان ماست که داریم توش تولید محتوا میکنیم و از طریق همین مکان و همیاری شما ما میخوایم به درآمد برسیم. حالا چه جوری نمیدونم، اینو شما بهمون بگید. چه ویدئویی کار کنیم که بتونیم به درآمد بالا برسیم. داخل کامنت ها بنویسید که چه ویدئویی کار کنیم، چه تولید محتوایی داشته باشیم تا به درآمدهای عالی برسیم. این مرغداری ما به 1000 سابسکرایب برسه، من اینجا بهتون قول میدم 1% از درآمدی که از یوتیوب به این کانال ما به دست میاریم به نیازمندان کمک کنیم و داخل همین چنل درآمدایی که به دست آوردیم و کمکی که کردیم و داخل همین چنل ویدیوشو کار کنیم. پس این نیاز به همت شما داره که حتی فقط به خاطر یه حیوانی که زبون نداره ما رو سابسکرایب کنید تا ما از طریق همین چنل به درآمدهای خیلی بالایی برسیم. پس همت کنید، یارمون کنید تا به درآمدهای بالا برسیم. سرویس تو همه میشناسید
از طریق همین چنل یوتیوب تونسته درآمدهای میلیاردی به دست بیاره و شعارش چیه؟ منو به خاطر یک کلوچه سابسکرایب کن. حالا شما منو به خاطر این مرغ ها و این خروس که نماد لایف و زندگی روزمره مرغداری ما است لایک و سابسکرایب کنید. این درخت های نخلم داریم، خرمارم داریم. از طریق همین نام ما میتونیم به درآمد برسیم. فقط چجوری؟ داخل کامنت ها بنویسید چجوری میتونیم با درخت خرما به درآمدهای بالا برسیم. سبک تولید محتوای ما چجوری باشه تا برای شما عالی باشه که بتونیم با هم رشد کنیم و درآمدهای میلیاردی رو به دست بیاریم.